در حالی که اویله رئیس جمهوری تاجیکستان ساحه اویاتسی کشور را به منوپولی خود تبدیل داده اند، کشور همسایه ازبکستان این ساحه را پر را از منوپولی آزاد کرده، راههای جیب لاوکاسترها و دیگر شرکت های هواپیمایی را به فرودگاه ها پیدا کرده است. عزیز عبدالحکیموف، معاون سروزیر ازبکستان گفته است در فرمان رئیس جمهوری این کشور درباره چاره‌ها برای رشد منبعث سیاحی چند راه رشد شرکت ازبکستان ایرپورتس که همه فرودگاه‌ها را اداره می‌کند پیش بینی شده است. من بعد به همه فرودگاه‌های ازبکستان حق مستقلانه معین کردن نرخ و خزینه خدمت رسانی به شرکت‌های هواپیمایی‌های خارجی و داخلی داده شده است. همچنین آنها خودشان می‌توانند بر مبنای رقابتی با شرکت‌های محلی و خارجی برای واردسازی سوژشواری اویاسیونی و دیگر موادهای سوخت مالیدنی شرطنامه بندند و با شرکت‌های هواپیمایی محلی و خارجی برای پرواز به این فرودگاه‌ها از جمله پروازهای ترانزیتی شرطنامه بندند. بنا به گفت عبدالحکیموف، مدت طولانی فرودگاه‌های این کشور که به هیئت شرکت ملی هواپیمایی ازبکستان شامل بودند، وضعی اسفبار داشتند. باید آشکار گفت که فرودگاه‌های ما رقابت پذیر نبودند. مشکلات جدی در تامین آنها با اویاکراسین وجود داشت. قیمتی که آنها برای خدمت رسانی به شرکت‌های خارجی مقرر کرده بودند بسیار بالا بود. بنابراین آنها حتی با فرودگاه‌های کشورهای همسایه رقابت کردن نمی‌توانستند. ما می‌دیدیم که توسط فرودگاه‌های آش و چیمکن پروازهای زیادی انجام می‌شود. بیشتر از این می‌گویم ازبکستان‌های زیادی برای پرواز به خارج از این فرودگاه‌ها استفاده می‌کردند، چون پرواز در این فرودگاه‌ها خیلی ارزان‌تر بودند. چاره‌های نو برای بنیاد فضای رقابتی و پایان بردن قیمت خدمت رسانی برای شرکت‌های هواپیمایی خارجی که خواستار پرواز توسط ازبکستان می‌شوند کمک می‌کنند. به باور معاون سروزیر ازبکستان می‌توان امید بست که در آینده نزدیک شمار زیادی خط سیرهای نو از طرف شرکت‌های خارجی به ازبکستان باز خواهند شد. ازبکستان از 1 اکتبر سال 2019 رژیم آسمانی کشاد را در چند فرودگاه این کشور راه اندازی می کند. این به دلخواه شرکت اجازه می دهد که به این فرودگاه ها بدون هیچ محدودیتی پرواز کنند. کارشناسان می گویند از منوپولی آزاد کردن ساحه اویاتسیا امکان می دهد که برای جلب مشتری بین شرکت های هواپیمایی رقابت سالم به میان آید. این باعث می شود که صفت خدمت رسانی بلند شده، نرخ پایین فراید. واقعا این تصمیم بسیار خوب و سریع‌وقتی است از جانب مقامات همسایه کشور. مطمئنم که بعد این تصمیم، یعنی باز کردن فرودگاه‌ها برای پروازهای شرکت‌های خارجی و آزاد کردن آنها از منوپولی، آزاد گذاشتنشان در نرخ معین کردن قیمت خدمتگزاری و خرید سوژشواری، یک رشد و یک تکان خوب به ساحه اویاتسیا در ازبکستان خواهد داد و در آینده نزدیک این ساحه در این کشور پیشرفته ترین در منطقه تبدیل خواهد شد. چون بر ضمن این دو تصمیم که مقامات ازبکستان گرفتند، یک چیز دیگر است که ازبکستان در موقع بسیار خوب جغرافی قرار دارد. یعنی تنها همین که این کشور سمرقند، بخارا و تاشکند را دارد، موقع جغرافی این کشور از نگاه ساحه اویاسیون را بسیار خوب میکند، چون که در صورت حتی امکانات یکسان داشتن با دیگر کشورها، هیچ مسافر، هیچ شرکت هواپیمایی و سمرقند، بخارا و تاشکند را مانده شهرهای دیگری منطقه را انتخاب نخواهد کرد، چون شهرهای قدیمی و توریستی و موقع خوب دارد. ولی متاسفانه برای تاجیکستان رشد این ساحه در کشورهای همسایه ازبکستان تأثیر برعکس به تاجیکستان که بازارش باز نیست خواهد گذاشت، چون که رقابت در بین فرودگاه‌های این کشور و وارد شدن شرکت‌های خارجی با آن قیمت بلیط در این کشور را به مراتب پایین میبرد و همچنین خدمت رسانی در فرودگاه‌ها رو که متاسفانه در فرودگاه تاجیکستان برعکس سال تا سال بدتر میشه، در این کشورها خدمت رسانی در فرودگاه رو بهتر میکنند.
در همین حال تاجیکستان چند سال است که به سمت مقابل حرکت می کند. واردات اویاکرسین پر مونوپولی حسن اسدالله زاده بوده، قیمت فروشش را او شخصا معین می کند که از کشورهای همسایه 30-40% گرانتر است. نرخ خدمت رسانی فرودگاه های تاجیکستان نیز یکی از گرانترین ها در جهان می باشند. از طرف دیگر رقابت در پروازها نیز پرره محو شده. در فضای کشور تنها یک شرکت هواپیمایی سامان ایر حسن اسدالله زاده باقی مانده است. طبق خلاصه کارشناسان اگر قبلا قسمی از مسافران تاجیک توسط فرودگاه های قرقیزستان پرواز می کردند، پس از باز شدن سرحد بین تاجیکستان و ازبکستان قسمت دیگر ترجیح می دهند از فرودگاه های این کشور همسایه پرواز کنند. ادامه یافتن این روند می تواند این ساحه مهم کشور را پر فلج کند. حالا قسمت از تاجیکستان تو وجود سرحد ازبکستان توسط بشکک اوش پرواز میکردن به روسیه و دیگه خارج و بعد وجود سرحد تو خیلی از مسافران از ازبکستان پرواز میکنن و بعد که این تصمیم ها عملی شدند و رقابت در بازار ایران از ازبکستان راه افتاد، حتما تاجیکستان سایه از تاجیکستان خیلی از مشتریانش را از دست خواهد داد. اونجا همون معاون سروزیر ازبکستان درباره فرودگاه شیمکنت هم گفته است که یعنی اکثر مسافران ازبکستانی توسط این فرودگاه پرواز میکنند. واقعا این فرودگاه شیمکنت 20-25 سال است که هرچند در یک موقع نچندان خوب جایگیر است و یک ایروپورت بسیار خرد است، لیکن از خیلی از ایروپورت‌های منطقه درآمد بیشتر میگیرد و رقابت میکند با ایروپورت‌های فرودگاه‌های بزرگی چون فرودگاه تاشکند، دوشنبه، بیشکک، الماتو رقابت میکنند. چرا این فرودگاه آزاد است، یعنی در نرخ‌گذاری هم آزاد است، در خرید سوزشواری هم آزاد است و هر قیمتی که خودش خواست، یعنی همون ریاست فرودگاه خواست مقرر میکند و هر قیمتی که یعنی سوزشواری را به واسطه کنکورس ها خریداری میکند که در نتیجه برای رساندن سوزشواری به این فرودگاه چند شرکت رقابت میکنند که حتما رقابت قیمت را پایین میبرد.